سلام علیکم. امروز با یه ویدیو جذاب اومدیم خدمتتون. نمایشگاه تویوتا، نمایشگاهی که هم ماشین میخره هم ماشین میفروشه و ماشینایی که اکثرا تویوتا و لکسوس اینجا. حالا ببینیم قیمت ها چنده. برای مثال این تویوتا یاریس دنده اتومات مدل 25 825 حالا 6 7 بیشتر کار نکرد، 27000 تا قیمتشه، 27500 و ماهی 247. ببین اینجا یه پیشقسط ازتون میگیرن 6800 48 ماه، یعنی 4 سال هم 247 تا رو میدی با نرخ 6.49% و 13000 تا باش میمونه. اون 13000 تا میتونی دوباره قسطی بکنی. این 48 تایی که تقریبا میدی 10000 تاش میشه، تقریبا 16 17000 تاش قسطی میره، 13 14000 تا اونجا، تقریبا 30000 تا 3400 تا تقریبا 2700 تا 3400 تا میاد روش. 27900 تا این ماشین با حقوق یه روز کارگر میشه قسطش. والا بابا ولمون کن، یه روز کارگر چیه؟ اینجوری نگاه نکنید، درست قسطیه میتونید بخرید، ولی ماشینای در واقع تو اروپا مثل ایران نیستش که سود کنید. من یه ماشین خریدم در واقع 2.5 سال پیش 3 سال پیش، مدل 21 تقریبا 23000 تا بود و قسطاش هم تقریبا ماهی 270 یورو و هنوز 2 سال تموم نشده، تقریبا 3 سال تموم نشده و 1 سال دیگه قسط بدم. تازه باید 8000 تا نقدی هم بدم، 8000 خورده ای که اونم میتونم قسطی بدم، ولی این قسط فشار میاره آدم. و این بماند بعد از تقریبا 8 سال که شما قسطش دادی، این تویوتا CHR مدل همون 25 دوباره تقریبا 8 ماه پیش 30000 تا 324 تا قسطاشه. شما شاید به ظاهر فکر کنید قسطاش خوبه دیگه، کم آره میتونید قسطاشو بدید، مشکل نیست، ولی ماشین که الان شما مثلا مجموعاً 30000 تا براتون آب میخوره با 3-4 هزار یورو سودی که به شرکت میدین، وقتی که بخوام بفروشین بعد از 8 سال 10000 تا ازتون نمیخره. حالا من میرم میگم اینجا همه ماشین نو شده، اصلا ماشین مدل مثلا 2021 2022 نداره، همه رو نو کردن. همش تویوتا لکسوسه، چیزی نیستش. این مدل چنده؟ این مثلا 2022 نگاه کنید، تویوتا میرار. این ماشین اون موقع که من میخواستم بگیرم مثلا 2 سال و نیم 3 سال پیش که همون سال 2022 2023 بود که یه سال کار کرده بود، تقریبا 23-4 هزار یورو بود. حالا حسابشون 3-4 سال دیگه چقدر میشه؟ اصلا میدونی چیه؟ بحث اینه که اینجا ماشین هیچ سودی نداره، اصلا هم سرمایه حساب نمیشه. شما قسطشو میدی 7-8 سال قسط میدی به ماشین، 7-8 سال قسطش که تموم شد در واقع قیمتش شدیداً افت میکنه، شاید به نصف برسه. اگه بخوام ماشین جدید بخرید دوباره باید بیفته تو قسط. بریم یه ماشین دیگه ببینیم چندیم. تویوتاه غیر از اون نیستش. 22800. این کرولایی که من داشتم این کرولا رو من دارم. کرولا ماشین برویه کلا. الان 29000 تا مدل 24شه. مدل 24شه. مدل 2021ش من پیدا کنم که خودم هم داشتم 2019 شده 19000 تا. نگاه حدودی نگاه کنید دیگه. شده این ماشین رو من دارم شده 2000 و در واقع 20000 تا. من مدل 2021 خریدم تقریبا 24000 تا، با قسطش تقریبا 28000 تا میشه. اینجا مدل 2019 تقریبا 20000 تا بود که خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل چیه میفته، قیمتا خیلی میفته اینجا، یعنی افت شدیدی داره و کالای سرمایه‌ای واقعا نیست ماشین توی اروپا و شما باید استفاده کنید، بعد چند وقت دوباره پسش بدین یه جورایی یا نگرش دارین. البته خب ماشین خراب هم نمیشه اینجا، یعنی اینجا یه جوری شرایط که تصادف خیلی خیلی کمه به خاطر رعایت قوانین و مقررات راهنمای رانندگی و خوب روندن ماشین. واقعا اینجا خوب رانندگی میکنن انصافا. و یکی این که یه اتفاق دیگه هم میفته، اگه ماشینتون آسیب ببینه سریع عوض میکنن خیلی قطعه‌هاشو. اینجوری نیست مثلا بخوان قطعه رو تعمیر کنن مثل ایران، بخاطر همین همش نو میاد، همش نو. اینجا محدودیت ندارن دیگه، هر قطعه‌ای بخواد هست. الان داستان این بود که
قیمت ماشین شما میتونید، من میتونم تسلا هم بخرم، میتونم فراری هم بخرم، بله ماهی مثلا 1000 یورو قسط بدم. شما هر ماشینی میتونی بخری ولی پاره میشی.